دیگه این دفعه زیاد اهمیتی نداره. بچه‌ها سلام، من ریاضام، اینجام کریپولوژیه، یه اپیزود خیلی متفاوت. حقیقتش اومدم یه بسته‌ای رو براتون آنباکس بکنم که قبلا آنباکس شده، همینجوری که میبینید. حقیقتش دلیل این که من تصمیم گرفتم بیام اینو ویدیو بگیرم اینه که وقتی من اینو باز کردم بیشتر از قبل اینکه سفارش بدم دنبال اون کارت طلاییه بودم، ولی وقتی این بسته رو باز کردم یه چیزی توش دیدم که خیلی خوشحالم کرد. این کارت هست که پشتش مهمه. مگه میتونم ببینم؟ این نقاشیه که توی یکی از اپیزودهای میا بود، فکر کنم کوروش و میا با هم کشیدن و شاید هم توی یکی از اپیزودهای کومان بود، نمیدونم. خب این منم، میبینی؟ اینم تاجمه. پرقدرت. اینم اونیه که محصولات اونو خریده، خوشحاله با من، دوتایی با هم زندگی قشنگ داریم. اینم قلب میذارم چند تا اینجا. بعد دست همو گرفتیم داریم میریم به سمت روی صخره‌ای هستیم. خب صخره است اینجا آب دریاست، اینجا غروب داره میکنه خورشید. چقدر زیبا. اینم توی آب داری غرق میشی، داری میگی کمک. این لیمیتد ادیشن ها، 1 از 1 لیمیتد. امضا میکنم ولی لیمیتد ادیشنه و تو خود اون ویدیو گفته بودن که به یه نفر میرسه به طور شانسی، که این بار شانس من خوب بوده و رسیده به من و خیلی خوشحال. حالا ما اینو میذاریم اینجا. من بسته‌هایی که گرفتم و گفتم اینو دیگه واقعا آنباکس بکنم که ببینیم شاید اون کارت طلاییه هم نصیب من شد. خب اوکی. این از این هم چاقو. اوکی. اولیش کار با چاقو رو بلد نیست. استرس دارم چرا؟ خب خدایا به امید خودت. خب نه اینکه کارت، ولی اون کارتی که ما دنبالشیم نیست، روش زده ممنون از خریدت. آره دیگه، بذارید چکم بکنم. اینم که شکلاتای خوشگل و قطعا خوشمزه شون. اینجام یه سری ویدیوهای دیگه دیده بودم که چند تا استیکره. حالا بعدم بازشون میکنم. خب اینا که نبود. پس اونجوری که من آدم خیلی منظمیم، باید اینا رو بذارم سر جاش. واقعا خوبه دیگه. محصولی که از توپیالند بیاد باید هم خوب باشه. خب این اولی که پوچ بود. دومی اینجوریه. تو دومی هم همون کارت هست و خبری از اون کارت طلایی نیست. اینم اوکی میذاریم. آخرش دارم خودم تست میکنم ببینم چه جوریه. بعدی
اینم نیست. من که امید دارم ترشم باشه. اونم کم و استیکر است و خیر. اینجام نبود. آخرین شانس من. البته خدایی درست هم نیست همه کارتا بیفته من، ولی شانسیه دیگه. نفهمش تو جعبش توی شکلات. نه فکر نمی‌کنم. این هم از آخری که همون کارت است دوباره، که همین هم خیلی البته ارزشمنده برای شخص خود من، که نه خبری ازش نبود. اما به هر حال اگر این ویدیو رو کوروش و میاب و ایمان ببینن، خیلی ازشون تشکر میکنم بابت اینکه این نقاشی زیبا و فرح بخش رو گذاشتن توی جعبه‌ای که من گرفته بودم و قطعا قابش میکنم و قطعا میذارمش رو میز کریپولوژی. یه دونم من تست بکنم ببینم چجوریه روش، که این فرمیه که قطعا تو ویدیوهای خودشون دیدید. پشتش هم زده با شوکومان از دوگ بودن در میاد. بسته‌بندی که خیلی خوبه. روش هم که میبینید کومان 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 ترد بودن رو دیدی؟ واقعا خوشمزه بود، واقعا خیلی خوب. من خودم، حالا کسایی که منو میشناسن میدونن که اعتیاد به شکلات و شیرینی دارم، ولی واقعا خوشمزه بود و امیدوارم که روز به روز بیشتر از الان بهتر کنید و منتظر محصولات جدیدتونم هستیم. خیلی خوشحالم. اصلا کارت طلایی‌ها رو بدش کن. هم این لیمیتد ادیشن یکی از یک، هم که میاه در درخواست کمک میکنه. آقا مرسی از همت، خیلی چاکریم. فعلا